چطورین؟ من مریم، خیلی خوش اومدین به یه ویدیوی جنایی. او مای گاد. بذار من سلام کنم. سلام علیکم. خوب هستین؟ قربون شما. منم که میشناسین دیگه. به من میگم پسر خاله. کلاه قرمزی و پسر خاله. امروز قراره که آخرین وعده غذایی محکومین به اعدامو بخوریم. بدبخت بودن آقا اینا. نه، همین که بهشون وعده غذایی دادن یعنی خودشون. فکر کنم ما بمیریم بهمون کوفتم ندن، نه؟ نه بابا اصلا به ما نمیگن یا میگیرن از اینجا. اگه میدونستی که قراره بمیری آخرین وعده که سفارش میداد چی بود؟ شما تا لایکو بزنید من یه دقیقه فکر کنم. بریم سراغ ویدیو. اولین زندانی محکوم به اعدامو میخوام معرفی کنم. بله، مسن‌ترین محکوم به اعدامه. بله. اسمش ویوا لیورینش. افسر پلیس رو با ضرب گلوله کشت و 70 سال توی زندان بود. تو سن 94 سالگی اعدام شد، یعنی از 24 سالگی توی زندان بود. که فایده نره 94 سالگی. واقعا زمانی که ناشنوا بود، توی ویلچر بود، به اعدامش کردن. درخواستاش هم زیاد بود. این پیرمرد 94 ساله خرفت. آخرین درخواستش این بود: پاپ کورن و کچاپ، همبرگر با رول دارچین، هات داگ با ژله. خب داش گلم، از کدوم دوست داری شروع کنی؟ من دوست دارم که تو با این شروع کنی، چون خیلی اشتیاق نشون دادی بهش. آره بچه‌ها بوش. اوه مای گاد. چرا با یه نفر هات داگ به این قشنگی و با ژله ترکیبش کنه ناموسن؟ چرا؟ همینطور برعکس. الان بچه‌ها ژله قشنگ رفته تو خورد نون، قشنگ ترکیب هات داگ و ژله. به به عالی. نمیخوام اصلا در حقت اجحاف بشه، به دو بله. قسمت مساوی. ژله ها رو ببینید. ژله این تو عروسی گرفتن. چه بوی خوبی میده. بوش بد نیست بچه‌ها. نمیدونم، اولین چیز جدیدی که میخوام تست کنم، دوست دارم آقا اینم خوبه یا نه. بیا چیرز. اول ژله رو می‌خوریم. نه با هم. شیرینه. ببین مثلا افتضاح نیست، میشه خورد، ولی چیز شیرین خب ترکیب خوبی نیست با نون. به حال به همزن نبود اصلا. آره. خب من از طرفی تا حالا پاپ کورن رو با کچاپ نخورده بودم. پاپ کورن با کچاپ. این به نظر بد نمیاد، چون خب خود پاپ کورن هم کچاپ داریم ما. عقلش بیشتر از ما بود به خدا. بلد نیست، فقط سسش یه ذره زنده است. حالا سمتر از اون، چرا باید همبرگر با دارچین باشه؟ شاید داشتیم، شاید داریم. بعد توش هم تو رول دارچین، نمیدونم من بلد نیستم. رول دارچین منظورش زنده است. خود رول رو بذاریم وسط الان. نه من پودر دارچین ریختم. همونه دیگه بچه، دارچین همونه دیگه، فرق نمیکنه. بچه شما اگه همبرگر با رول دارچین خوردید تو کامنت ها بگید. به نظر من بعضیاتون خوردید. بلای نظر. دوست عزیز، بوی دارچین. ای بوی دارچین میده. آها دیگه اسکل بوی قشنگ بوی دارچین میاد. دارچین زدم دیگه. خوبه. اصلا بد نیست. دمت گرم. پیرمرد 94 ساله، عقلش خوب کار من باید شروع سس به سلیقه این مجرم از 1 تا 10 چند میدی؟